خبرهای اقتصادی امروز 9 نوامبر در پیام تیوی. کشاورزان تاجیکستان تا اوایل ماه جاری بیش از 236100 تن حاصل میوه جمع آوری کرده اند. طبق اطلاع وزارت کشاورزی، تاکپروران کشور در موسم امساله در سراسر کشور بیش از 143800 تن انگور جمع آوری کرده اند. ضمناً نرخ میوه به خصوص انگور با وجود واهمه زیاد شدن حاصل امسال نسبت به سال گذشته نرخ ارزان نشده است. در بازارهای کشور نرخ 1 کیلو انگور وابسته به نوعش از 5 تا 12 سومانی را تشکیل می دهد. به تاجیکستان از اولهای سال جاری حدودی همگی 38000 تن آرد وارد شده است. طور خبرگزاری اوستا با استناد از بخش‌های مربوطه بلاک اقتصادی کشور اطلاع می‌دهد در 9 ماه سال جاری به جمهوری حدودی 38000 تن آرد به مبلغ بیش از 13 میلیون و 600 هزار دلار وارد شده است. در این مدت به کشور بیش از 638800 تن گندم به مبلغ 217 میلیون و 300 هزار دلار وارد شده است. قسم اساسی گندم و آرد از قزاقستان وارد شده است. گفته می شود تا کنون حدودی 90% نیاز داخلی تاجیکستان به آرد از حساب تولید کارکرد داخلی تامین می شود. ضمناً در این مدت در کشور بیش از 947100 تن غله از جمله بیش از 715500 تن گندم استحصال شده است. بانک‌های تاجیکستان در عموم با پول ملی و خارجی تا اوایل ماه سپتامبر سال جاری 8 میلیارد و 902 میلیون و 100 هزار سومانی حدودی 871 میلیون و 900 هزار دلار قرض داده اند. بنا به معلومات بانک ملی تاجیکستان بیشتری قرض‌ها را قرض‌های استعمالی تشکیل می‌دهند که بیش از 3 میلیارد و 400 میلیون سومانی را تشکیل داده اند. این نشان دهنده 13% بیشتر نسبت به یک سال قبل می باشد. قرض‌های استعمالی 38.4% مبلغ عمومی قرض‌های داده شده را تشکیل داده اند. فایز میانه قرض‌های استعمالی با پول ملی 24.6% را تشکیل داده اند. با اسعار خارجی این 13.8% می باشد. در این دوره به خواجگی قشلاق 1 میلیارد و 519 میلیون و 500 هزار سومانی، به ساحه صناعت 910 میلیون و 600 هزار سومانی و به ساختمان 267 میلیون و 700 هزار سومانی مبلغ جدا کرده شده است. بانک آسیایی رشد 25% کاهش ورودی پولهای مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان را پیش بینی کرده است. طبق پیشبینی بانک آسیایی رشد از 2 میلیارد و 250 میلیون دلار در سال 2021 تا 1 میلیارد و 690 میلیون دلار در سال 2022 ارسال مبلغ مهاجران کاهش می‌یابد. گفته می شود این تاثیر نظررس اجتماعی خواهد داشت، زیرا بیش از 50% خانواده ها تقریبا درآمد 735 هزار نفر نان آور اهالی تاجیکستان اساساً از حساب کار در مهاجرت می باشد. گفته می شود که ساکنان مناطق فقیرترین نواحی کشور احتیاجات خود را به محصولات مورد نیاز مردم از حساب انتقال پول از مهاجرت تامین می کنند. اقتصاددان‌های بانک آسیایی رشد پیشگویی‌های خود را با اختصار جای‌های کاری در بخش‌های اقتصادی روسیه، خدمات و ساختمان که مهاجران تاجیک به طور عنعنوی در آنجا کار می‌کنند اساسناک می‌کنند. در گزارش گفته می شود که تاجیکستان از انتقال پول وابستگی زیاد دارد که 80% آن از روسیه است. حدود 1 میلیون نفر شهروندان جمهوری در این کشور کار میکنند که از جمله 250 هزار نفرشان شهروندی روسیه را نیز دارند. مقامات تاجیکستان از پیشنهاد معلومات درباره انتقال پول به نمایندگان وسایط اخباری عامه خودداری میکنند، هرچند در این باره هیچ گونه محدودیت قانونی وجود ندارد. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 9 نوامبر اعلان کرد. طبق نشاندهی بانک ملی تاجیکستان ارزش 100 روبل روسی برای امروز 16 سومانی و 30 درم نشان داده شده است. این نهاد قرب میانه فروش 100 دلاری ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضی تاجیکستان را 1021 سومانی و 26 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1021 سومانی و 46 درم ارزیابی کرده است. نرخ طلا. بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک‌های لندن 1712 دلار و 13 سنت معامله شد. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برج‌های لندن 95 دلار و 75 سنت معامله شد.
نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه‌های نیویورک $89 و 25 سنت معامله شد.